با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز. اینجا که ملاحظه میکنید وین خیابون لئوپولد لاورشتراسه است که بنده متاسفانه اورلاب بودم. البته اورلاب متاسفانه نداره، ولی از اونجایی که ماشینم رو اینجا پارک کردم الان برگشتم که ماشینم رو بگیرم نگاه میکنم که به این شکل در اومده. الان زنگ زدم پلیس تو راهه که بیاد ببینم که چه به سر این ماشین من اومده. نگاه کنید که نمیدونم والا ماشین من اون طرف خیابون بوده، الان این طرف خیابون چیکار میکنه. نگاه کنید که ماشین بنده به این شکل اینجوری در اومده. ببینم که واقعا الان من انگار که یه سطل آب سرد ریختن روم و اصلا اگه الان یه موقعی یه حرف چیز دادن که اصلا ربطی نداشت خواهش میکنم بهم نخندین، چون الان واقعا خیلی شوکه شدم که چرا ماشین بنده که اون طرف خیابون پارک بوده چرا الان به این شکل در اومده. درسته دایی جان؟ البته اون ور خیابون هم یه ماشینی دقیقاً مثل ماشین من داغون شده. ماشینی سیتروئنی که اون ور خیابون میبینید اونم مثل ماشین من داغون شده. حالا نمیدونم چه داستانی بوده، حالا منتظریم که پلیس بیاد ببینیم که این ماشین ما چرا اینجوری شده، در صورتی که اون ور خیابون بوده. خلاصه حالا بعد از مسافرت برگشتیم ماشین رو تحویل بگیریم ببینیم که اینجوریه. خلاصه امیدوارم واسه هیچ کسی همچین اتفاقی و همچین حادثه‌ای واسه هیچ کس پیش نیاد. با امید دیدار دوستان عزیز، خدا نگهدار.